ستوده، یه پیرو فرمایشات شما یه نکته خیلی مثبتی که توی این بازداشت تقریبا 70 نفره بود. حالا همینطور که شما فرمودید خود جمع شدن 70 نفر خیلی ارزشمند بود، ولی یه جنبه خیلی مثبتی دیگرش این بود که شاید حدود دست کم 50% و شاید تا 70-80% نفراتی که بازداشت شدن در وزرا تو اون بازپرسی اولیه اعلام کردن که ما در حمایت از استاد طاهری جمع شدیم. میتونستن انکار کنن، میتونستن بگن ما داشتیم رد میشدیم، ولی واقعا به جرئت میگم بالای 50% اعلام کردن که ما به خاطر دفاع از این مرام و این شخص اومدیم تو خیابون و این خیلی ارزشمنده. من فکر میکنم که ما قدر داشته هامون همونطور که شما هم فرمودید خیلی باید بدونیم. حالا بله یه جایی ممکنه که دچار ترس هم بشیم، دچار وحشت هم بشیم، یه چیزایی رو ندونیم، اشتباه هم بکنیم. کاملا صحیح میفرمایید، اینها ویژگی های حرکات اجتماعی هست و خیلی به وفور دیده میشه. همه مجموعه ها این خطاها رو دارن، ولی قدر داشته هامون رو خب باید بدونیم و من خیلی ممنونم که امروز از حضور شما دارم استفاده میکنم. خیلی خوشحالم از این بابت. و بعد یه سوالی داشتم، حالا شاید یه کمی البته صحبت ها و سوال ها خیلی عالی بود، حالا بریم به سمت راهکارهای عملی در رابطه با جزئیات قضایی. فرمودید که یه موردی رو اگه فردی رو بازداشت کنن تا 24 ساعت بعد تفهیم اتهام بشه. میخوام ببینم خب حالا اگه این اتفاق نیفته، مثلا 24 ساعت بشه، 25 ساعت بشه، 30 ساعت بشه، یه هفته بعد تفهیم اتهام نشه، فرد رو نگه داشتن تو بازداشت، حالا بعداً احتمالاً میره برای بازجویی، چه حقی این فرد پیدا میکنه؟ حالا من که الان اینجا هستم چه حقوقی در قبال بازجو دارم یا در قبال بازپرس دارم؟ آیا مثلا من میتونم که اصلا سوالاتشون رو جواب ندم چون دیر به من تفهیم اتهام شده یا هنوز نشده؟ و به چه شکلی میتونم با این قضیه رو در واقع حلش کنم؟ مرسی، سوال خیلی خوبی بود. ببینید وقتی شما از حقوقی مطلع میشید، یه کارکردش اینه که به طرف اولین وظیفه‌ای که اون اطلاع شما ایجاد میکنه اینه که بهش تذکر میدید شما این حق قانونی منو نادیده گرفتی. آقا 24 ساعت از بازداشت من میگذره، اتهامم چیه؟ یا توجه میکنه، اغلب توجه میکنن، متوجه میشه که شما میدونید، سعی میکنه ظاهر قضیه رو حفظ کنه، یعنی شما رو دور از این طرف متهم رو میفرسته به تفهیم اتهام. اما بعد چه حقوقی رو اگر توجه نکنه چه حقوقی رو ایجاد میکنه؟ بله، اولین حقش اینه که البته شما حتی وقتی که کسی تفهیم اتهامم میشه میتونه به سوالات بازجو جواب نده، بهش میگن حق سکوت متهم. تو همه این سیستم‌های قضایی هم هست این حق. 2، دقیقاً میتونه متهم اینو مبنا قرار بده، بگه وقتی من از اتهامم خبر ندارم شما چه سوالی از من میکنی؟ اصلا من نمیدونم این سوالت مربوط به اتهام منه یا نه. چون یادتون باشه سوالاتی که میکنن فقط سوالات مرتبط با اتهام رو میتونن مطرح بکنن و نه خارج از اتهام. وقتی شما اتهاممو نگفتی، به من تفهیم نکردی، من که نمیتونم به سوالات جواب بدم، اصلا نمیدونم مربوط به اتهاممه یا نه. 3، تو اون دوره سخت و بحرانی ممکنه یکی اون دوره رو پشت سر بذاره و بعد با خودش فکر کنه خیلی خوب نسبت به این کار غیر قانونی حالا چه کار میتونم بکنم؟ حق شکایت ایجاد میشه. کار سختیه ولی ما به همه توصیه میکنیم وقتی یکی رو بازداشت میکنن پشت سر هم حقوق متهم رو نقض میکنن. ظرف 24 ساعت تفهیم اتهام نمیکنن، یه روز بشه 2 روز تخلف، تموم شد دیگه. بعد 2 روز میبرن تفهیم اتهام میکنن، خیلی خوب، خیلی دیره.
میشه شکایت کرد علیهشون. و این مهلت 24 ساعته خیلی خیلی از قواعد مهم حقوقی هست. تو قانون اساسی اصلا آمده که متهم بلا فاصله تا 24 ساعت بعد از دستگیری باید تفهیم اتهام بشه. این برای جلوگیری از سوء استفاده های بعدیه. سوء استفاده هایی مثل این مورد که بعد مدت ها حالا میان یه پرونده خیلی سنگین تر تشکیل میدن. این مورد مربوط به چیز رو، تخلفات اینطوری رو میتونن ببرن شکایت کنن. از جمله تخلفات رایجی که خیلی مرتکب میشن اینه که طرف رو گرفتن، مثلا 2 ماه الان گرفتن و حالا یه وقت دادگاه ترتیب دادن. از دادگاه طرف رو از بند 209 میبرن در حالی که هنوز بازداشت هست، میبرن برای محاکمه. یه روز صبح مأمور میاد در اتاقو باز میکنه، خانم فلانی، آقای فلانی آماده باش میخوایم ببریم محاکمه، دادگاه داری امروز. دادگاه دارم؟ اصلا آمادگی روانی برای دفاع ندارم، اتهامم نمیدونم چیه، مدرکش چیه، من وکیلمو ندیدم. خب نه، دادگاه داری امروز. نه، اینجوری نیست. برای اینکه یکی رو ببرن دادگاه تشکیل جلسه بدن یه تشریفاتی باید رعایت بشه. تشریفات چیه؟ باید وقت دادگاه، حتی وقت زندانی متهم یا آزاده فرق نمیکنه، وقت دادگاه 5 روز زودتر بهش ابلاغ بشه. میدن شما در روز فلان ساعت فلان، دست کم 5 روز، میتونه 10 روزه باشه، 10 روز دیگه باشه دادگاهش، دست کم باید 5 روز فاصله باشه بین ابلاغ وقت و بردن به دادگاه تشکیل جلسه. این اگر این کارو نکنن تخلفه و علیه اون قاضی و زندان و همه اینها میشه شکایت کرد. به من ممکنه بگید شکایت کنیم به جایی نمیرسیم، درسته، ممکنه آدم به جایی نرسه، اما بعضی چیزا که الان شما میبینید جا افتاده، مثلا برگ احضار متهم که میارن در خونه یا برگ جلب بازداشت، اینا رو ما خیلی همین راه ها رو رفتیم و بارها شکایت کردیم و به جایی نرسید تا بالاخره آقایون بخشنامه کردن به داخل دادگاه انقلاب، گفتن شما زنگ بزنید متهمین رو احضار کنید، اما اگر تلفنی به تو گفت من با تلفن نمیام، موظفید برگه بفرستی. بالاخره این کارا همه فکر نکنید با یه بار 2 بار شکایت یا ایستادگی نتیجه میده. یه جوری اگه فرهنگش رو جا بندازیم، همه از این روش ها استفاده کنیم، تعداد زیادی، بعد کم کم ممکنه جا بیفته. ببخشید، یعنی اگر تلفنی خواستن میتونیم ما امتناع کنیم نریم؟ اصلا توصیه ما اینه که اصلا نرید، چون خیلی موارد تلفنی خواستن، طرف رفته، هیچ مدرکی هم دست کسی نبوده که این رفته دادگاه انقلاب یا اطلاعات خواسته رفته، اصلا ممکنه ناپدید بشه کسی. نه، اون جزو چه جوابی موارد میتونیم بهشون بدیم؟ آقا شما احضاریه بفرستید من میام. شما به موجب احضاریه میتونید. معمولا هم رعایت میکنن، اصرار نمیکنن. خیلی خوشحال شدم که امشب جمع شما بودم. از این بابت فکر میکنم یه سعادتی نصیب من شد.